از انقلاب یه فیلمی ساخته شد به نام برزخی ها. تو این فیلم تمام این شخصیت‌های معروف، ایرج قادری، ملک مطیعی، فردین و تمام اینها، بهروز بسوقی، اینا تو فیلم بودن. داستان این فیلم بود که تعدادی از زندان فرار میکنند، میرن در مرز که از ایران خارج بشن، جنگ ایران عراق میشه، اینا ما میستن میجنگن و متحول میشن. این فیلم میاد رو پرده سینما. 2 تا روزنامه بیشترین توهین و انتقاد رو به این فیلم میکنن، به حدی میرسه که میگن اصلا ما برای چی انقلاب کردیم وقتی برای این آدم آمدن. اون 2 تا روزنامه کدوم روزنامه بود؟ اولیش کیهان، دومیش روزنامه جمهوری اسلامی. سردبیر کیهان سید محمد خاتمی بود، روزنامه جمهوری اسلامی سردبیرش میرحسین موسوی بود. بعد این فیلم رو آمدن جلوش رو گرفتن، اینا میرن پیش رئیس جمهور خامنه‌ای، میرن